ضعیف الایمان بگو که آیا در حق بعض مسلمانان نازل شده که حاتب ابن بلتعه میگفتن با بعضی روابط با کفار مکه داشت. از رسول علیه السلام پرسان کرد که ما قبل از اسلام با اندیوالیا و رفاقتا داشتیم، اگر امور ادامه بدیم. آیت نازل شد که قل ان تخفوا ما فی صدورکم، بگو آن چیزی را که شما پشت در سینه هایتان میکنید در بیرون میگین مرگ بر کافرها، در زیر که دلارش میگیرین. یعنی او بعضی هایتون هستن، ما مجاهد هستیم. خود سلامی خیلی چرا میگین مجاهد که هستیم؟ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه، یا ظاهر میسازین در کلمه محبت کفر در زبانتان میگین که بعضی ها میگن کشور دوست، نه؟ و بعضی به زبان نمیگین، به دلتان محبت کافر رو نگاه میکنه که مردم خنده میکنه که چطور ما بگوییم کشور کفر دوست، ولی در زیر پرده کرشان جور هستین که اکثرا کلانای متاسفانه خداوند به اینا توفیق بده، آمین بگوین. از انتهای خارج میباشه، از یک کشوری ارتباط داره، خداوند به اینا رحم کنه. برادرای ما هستن، والا پدرای ما هستن، ما که نگوییم کی بگوی قرآن برشان، کی ترجمه کنه برشان. خداوند به اینا توفیق بده که در خانه هاشون ترجمه قرآن شروع کنن که ایران بانن که اوه من کجا روان هستم، این راه که تو میروی به گورستان است. یعلم الله، او گفتر سم نرسی به کعبه ای اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستان است. و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، الله میداند آنچه که در آسمان ها هست و آنچه که در زمین است. والله علی کل شیء قدیر. میگه نترسیده باشین کافرها بعد گفتیم الله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیز قادر و تواناست. تشویش نداشته باش مسلمان. و کافر کلان در درونتان است، فکرتان بگیرین که اله میشه شیطان و شاگردش نفس.